من متین رهبری هستم. من مهندس راه ساختمان هستم. میخواستم امروز درباره جهان هستی صحبت بکنم. چه شکل، چه جوری فونکسیون میکنه. جهان هستی به صورت یک خلایی میمونه. تو این خلا اینفورماسیون و انرژیه که حیوانات، انسان به صورت آگاهی دارن که اون آگاهیشون، اون زلهشون این اینفورماسیون رو باز میکنه که این جهان رو به وجود آورده. حالا این تصور من چجوری تصور بکنیم که چجوریه. انسان یک بدنی داره، یه زله داره، یه آگاهی داره. حیوان هم همینجور. تصور کنید جهان هستی رو مثل یه دونه آکواریوم که انسان در این آکواریوم بدنش و زلهش هست. بدن رو شما تصور کنید مثل یه سخت افزار، زله مثل نرم افزار. کی با این بازی میکنه؟ اون آگاهیه. اون آگاهی هم بیرون از این آکواریومه. آزاد. اونایی که توی جهان هستی مثل آکواریوم، آگاهی ها بیرون هستن. آگاهیشون چیه؟ اونایی کسی که بدن و زله رو کنترل میکنه، رهبری میکنه، اون در این آکواریوم نیست، بیرون است. مثل اینکه شما رفتی یه بازی رو بردین تو خونه چیز بکنی، میندازین تو فسپلاته و تو کامپیوتر روشن میکنی. کسی که بازی میکنه همون آگاهیه. در واقع نه تنها برای انسان، برای حیوان هم همینجوره. بعد طوری که آگاهی ها مال حیوان ها، انسان ها یک بدنی داره، یه زله دارن که این بدن و زله رو تو یه زمانی مشخص، مثلا 100 سال، 50 سال، 60 سال تو این کره زمین میاد. بعد آگاهی وقتی 80 سالش تموم شه، باز دوباره یک بدن دیگه برمی‌داره ادامه میده. ولی کلا برای کسی که اون آگاهی سعی میکنه، کسایی که اومدن 80 سال، اون تجربهشو برای دوره بعدی ورداره ادامهش بده. پس تمام این هستی آگاهی ها چیه؟ بیرون بازی میکنن. بعد آگاهی از جنس ماتریال نیست. مثل میگه شما تو کامپیوتر یه سیستم ویندوز داری که اون تمامو کنترل میکنه، رو ماتریال کنترل داره، ولی از جنس ماتریال نیست. آگاهی ما هم از جنس ماتریال نیست. از راه دور بدن رو کنترل میکنه. بدن ما یک ماشینی است که اینفورماسیون ها رو باز میکنه. حالا طوریه که تمام این هستی از اون اولش طوری بوده که به صورت یک خلای بزرگیه. این خلای بزرگ اینفورماسیون و انرژی طوریه که محوه، به وسیله آگاهی ما، به وسیله زله ما اینا واز میشن. یعنی زندگی ما رو مشخص میکنه. افکار ما
نه برای ما، برای حیوانات، برای پرنده ها، برای همه یک جوره. بعد این تمام هستی رو شما تصورش بکنه، از بیرون تمام آگاهی ها دارن اینو هدایت میکنن. خب این آگاهی ها که هدایت میکنن تمام موجودات زنده و هر کدومش آگاهی داره. بعد به درد، یعنی هدف چیه؟ هدف اینی که هدف عقل کل، اون آگاهی کل اینه که چیزی که تو هستی هست که ما میبینیم هیچ واقعیت نداره، یه تصویر ذهنیه. فون آگاهی های مختلف تصویر ذهنیه، ولی چی واقعیت داره تو اون آگاهی؟ واقعیت داره که ما نمیبینیمش. آگاهی واقعیت داره با تکامل آگاهی، یعنی اِوولوشن آگاهی. بعد آگاهی این آگاهی یعنی در واقع ما روی کره زمین اومدیم که یه در واقع جنس اومد ایگن تا تکامل پیدا بکنیم، یعنی انسان بشیم، بعد به نور تبدیل شیم، یعنی همه ما در واقع نور هستیم. بعد طوری که این آگاهی ها طوری بشه که در، یعنی تکاملش اینی که در خدا ذوب بشه، یعنی در آگاهی کل ذوب بشه. خلاصه این کلش یه تصور از کل جریان. بعد میتونیم تو جلسات بعد دونه دونه تو هر کدوم اینا تمرکز بکنیم که چجوره. با اینجا با تو خداحافظی میکنم تا ویدیو بعدی.